سلام خدمت همه دوستان. امروز چهارمین جلسه از سلسله جلسات پادکست برین اکتیویتیز کینماتیکا داریم با حضور آقای مصطفی مشکات‌دینی. زحمت کشیدن که در این سلسله پادکست ها را ضبط میکنن برای دوستانی که بعداً میشنون و دوستانی که در این جلسه حضور پیدا میکنن و سوالا رو میپرسن. ایشون نویسنده کتاب‌های کینماتیکس آف د برین اکتیویتیز هستن که در چندین سال گذشته چندین نسخه ازش چاپ شده و در آمازون در دسترس هست و اخیراً پادکست هایی رو در اسپاتیفای به همین نام پیدا میکنید به اسم برین اکتیویتیز کینماتیکس که شامل محتوای همین مفهوم هست و همچنین که دیریمینگ مموری اند دیریمینگ و این جلسه هم که در خدمتشون هستیم برای جلسه سومی هست که در مورد مموری اند دیریمینگ صحبت میکنیم و خیلی خیلی ممنون که دانشتون رو با دوستان به اشتراک میذارید و هر کدوم از دوستان اگر که سوالی هم هست دعوت میکنم که زیر همین پادکست ها سوالشون رو بنویسن و با شما در ارتباط باشن. با سلام و عرض ادب. ما از مقوله مموری شروع کردیم. همینطور که صحبت شد مموری یک حالت پایه داره برای این مدل و تمام صحبت‌های بعدی، تمام به اصطلاح کوگنیتیو تکسا بر پایه مموری بنا شده توی مدل، یعنی بر اساس اون توضیح داده میشه. این جلسه رو تو جلسات قبلی در مورد مموری چجوری تشکیل میشه، ساختمانش چطوره صحبت شد که معمولا تو این مدل مموری به صورت فرکتال تو اریاهای مختلف کورتکس از انواع مختلف به اصطلاح کانسولیدیت میشه و با نوع مموری که اونجا ضبط میشه اون تخصص اون اریای کورتکس مشخص میشه. بنابراین یکی از مباحثی که صحبت میشه اینه که اولا مموری به صورت جداگونه اونایی که مشابه هم دیگه هست تو اریاهای خاص مربوطه ضبط میشن یا کانسولیدیت میشن و آن چیز فرمول کلی هم این بود که در این مدل در عرض روز که فکر تولید میشه و یا تصمیم گیری میشه یا دیگر کارهای کوگنیتیو، اینا معمولا دیکمپوز تجزیه میشن به واحدهای خودشون و این واحدها به صورت یکجا توی نقاط مختلف مغز، همونطور که توی نوروساینس و دیگران گفته میشه اونطوری نیست. اونایی که مشابه همن تصور این مدل اینه که با همدیگه جای مختلف ضبط میشن. بنابراین یه حادثه ای که ما در روز تجربه کردیم این به صورت شورت ترم مموری ساخته میشه که به اصطلاح پرسیو بشه توی مغز، بعدا این دیکمپوز تجزیه میشه به اجزا و اجزای هر کدام آن چیزی که مشابه اون هستن به اصطلاح میرن و قسمت های مختلف کورتکس قرار میگیرن. این پروسس از تجزیه شدن و بعداً
جمع‌بندی یا استقرار اونا تو محلهای مربوطه، یعنی پهلوی مشابه مشابه، این پروسسی هست که در طول عمدتاً در طول خواب انجام میشه و البته قسمتی از اون قسمت دیکومپوز شدن یا تجزیه شدنش در روز. در صحبت این شد که در روز آن چیزی که ما به اصطلاح تفکر میسازیم و یا کوگنیشن تسک روزانه است، یه سری به صورت استرین پکیج ها اینا جریان پیدا میکنه از سنسوری برین و اوتپوت این، خروجی این در پریفرنتال کورتکس جلوی مغزه که یا از اونجا میره برای موتور اکشن کاری انجام میشه یا اینکه به اصطلاح ریسایکل میشه و به صورت فکر، تولید فکر خواهد بود. حالا تمام این جریان به خاطر همون خاصیت ویسکولاستیک مغز به صورت روون نیست، یه مقداری از اونا ترپ میشه در محلا به صورت رزیجوال استرین و این رزیجوال استرین ها آن چیزی هستن که ماده اولیه تولید خواب هستن. البته ما دیدریم یا رویا هم داریم که اونها به یه صورتی ریکاله و یه مرحله بالاتر از خواب دیدن در طول شب. تئوریای موجودی که برای خواب دیدن وجود داره میدونیم که در قدیم اکثر پادشاهان یا آدمای مهم اینا برای خودشون یه نفر تعبیر کننده داشتن و خوابی که تعبیر میشد بر اساس اون می اومدن آتیه رو پیش بینی میکردن. در علم جدید خواب پیش بینی آتیه به اون صورت مطرح نیست، هرچند به صورت ضعیفی تعدادی صحبت میکنن، ولی عمدتاً اینه که دو خاصیت مهم داره. یکی ایموشن رگولیشنه، یعنی ایموشن رو به نحوی رگولیت میکنه و یه مقداری از شدتش کم میکنه و تئوریای دیگه‌ای که وجود دارن یکی هست stimulation of future treats، یعنی یه حالتیه که مثل حالت مشقی در آتیه ما با چه خطراتی روبرو میشیم و برای آمادگی پیدا کردن به اون باید خواب دیدن به ما کمک میکنه، استیمولیت میکنه و اون نراتیو یا داستانی که در خواب ایجاد میشه راهنمایی هست که ما چه نوع عکس‌العملی در بیداری اگر همون خطرات پیش بیاد ما خواهیم داشت. این یکی از تئوری‌های موجود نوروساینسه. تعداد زیادی هم معتقدن که خواب اصلا معنایی نداره تو مبحث نوروساینس و میگن اینا یه سری نویسه که باقی مانده همون حرکت های منظمی در طول روز، در طول فکر کردن ها و دیگر به اصطلاح چیزها، کوگنیتیو تکس ها. ولی در خواب یه نوع جمع‌بندی اطلاعات روز انجام میشه، ولی اون به صورت خواب نیست. این فانکشنی هست که در
نرونا به اصطلاح شکل پیدا میکنه و در بیداری کمک میکنه که فکرهای جدید تو قالب اونا انجام بشه. بنابراین تعداد کسایی که الان معتقدن که خواب بی‌معنایه کم نیستن، بسیار تعدادشون زیاده. غیر از اون تئوریای میدونین که علم خواب با فروید آغاز شد و ایشون بیشتر اون تم اصلی میگفت که ویش فولفیلمنت، یعنی آن چیزی که ناکامی در عرض روز داشتیم، گلایی که هدفهایی که نرسیدیم و یا سرکوفتهایی که پیدا کرد اون آرزوهای ما و غیره، اینا تو خواب خودشونو آنفورد میکنن، خودشونو باز میکنن و اکسپرس میکنن. دیگه تئوری ها همطور که صحبت شد ایموشن رگولیشن یا ایموشن پروسسینگ. میدونین ایموشن ها خودشون دو تایفن، دو قسمن. یکی اونایی که حالت استاتیک داره و مرکزش تو امیگدالاست، مثل ترس، مثل حالتهای اگریسیو و امثال هم. ولی آنهایی که فانکشنالن، ایموشنهایی که فانکشنالن، اینا بیشتر در ارتباط با جلوی مغزن، با پریفرونتال کورتکس هم و اینا عمدتاً ایموشن‌های ادوانس هستند، مثل چیزای ایمپاتی، سیمپاتی یا حسودی، یا اینا چیزایی که بیسیک نیستن. بیسیک ها اونایی هستند که عمدتاً در ارتباط با امیگدالا هستند، ولی اونایی که یکم پیچیده ترن حالت فانکشنال دارن و در ارتباط نزدیک با جلوی مغزن. یکی دیگه از خواص عمده خواب که در این همه تقریبا نیوروساینس و سایکولوژی متفقن، اینه که مموری بیلدینگ یا مموری کانسولیدیشن مخصوصا در طول مراحل خواب انجام میشه. میدونیم که خواب مراحل مختلفی داره و هر مرحله‌ای جور که هنوز صحبتش ولی هنوز دقیقا نهایی نشده یا توافق اکثریت روش انجام نشده، هر استیجی از خواب یک کار خاصی انجام میده و یه نوع به اصطلاح میموری کانسولیدیشن قسمتی از این کار را انجام میده، ولی این هنوز به صورت نهایی در نیومده. بنابراین میموری کانسولیدیشن یکی دیگه از فانکشن های خوابه. همینطور که گفتم اکثر نورو ساینتیست ها تئوری مطرح میکنن به عنوان سینتزیس آف رندوم سیگنالز، یعنی در خواب خودش بی‌معنایه ولی یک سیگنال های خیلی رندوم و پراکنده‌ای هست و اینا سینتز میشه، با هم ترکیب میشن و پایه فکرهای بعدی در روزن. به صورت خواب در نمیان، یعنی خواب معنایی به اون صورت بهشون نمیده و در کل در طول خواب دیدن اونا نویسای فکره. تئوری های دیگه ای هست که اونا زیاد مطرح نیستن. عمدتاً اونایی که مطرح هستن همین ایموشن رگولیشن هست یا پروسسینگ، یکی مموری بیلدینگ هست و سومی
تریت سیمولیشن تئوری، همون حالت مانور یا تمرین‌های مشقی که مثلا تو سربازی انجام میشه، تو ارتش انجام میشه، توی آزمایشگاه ها انجام میشه، تو مدل‌های افزار دقیق و راه اندازی ها انجام میشه. اینا یک ورودی های فالس دارن، نه ورودی های فرضی دارن، نه فالس، فرضی، یعنی چیزای ریل روزانه نیست، بیداری نیست. و خواب اینا رو به اصطلاح روشون فانکشن انجام میده. نتایج اونا نتایجی هن که پیش بینی هن که اگر در آتیه در بیداری چنان خطری به صورت اون ورودی های سیمولیتورها اتفاق افتاد، مغز آماده باشه که عکس‌العمل مناسب یا رفتار مناسبی از خودش انجام بده برای که ریسک اشتباه خودش رو تو محاسبات کمتر بکنه. اینا چیزای اصلی خوابن، تئوریای اصلی خواب. دیگر تئوری ها مثلا ویش فولفیلمنت آقای فروید و خیلی های دیگه، اینا همه هستن، منتها به صورت فرعی هستن، یعنی زیر مجموعه های این چند فاکتور اصلی هستن که صحبت میشه. در خواب حالا اینا چیزایی بود که به اصطلاح در تئوری‌های موجود نوروساینس و سایکولوژی مطرح بود. در این مدل که به اصطلاح برین کینماتیکس of the brain activities kinematics هست، اولا مموری ها همطور که صحبت شد بستگی به نوع، اونایی که شبیه هم دیگه هن در اریای مختلف کورتکس به اصطلاح کانسولیدیت میشن، ضبط میشن و برای همون هر اریای از کورتکس یک خاصیت کلی پیدا میکنه. این خاصیت کلی به صورت اموشن مربوط به اونایی است. یعنی اگر یک واحد مموری اگر تحریک بشه، اون ریکال انجام میشه، همون مموری یادآوری میشه. ولی اگر به اصطلاح یه ناحیه‌ای که اون مموری و مموری‌های مشابه اون یکجا ضبط شدن، اگه اون تحریک بشه یه نوع اموشن خاصه. برای همین میگن اونایی که مموری هایی که بیشتر اموشنالن بیشتر شانس ریکال دارن تا مموری هایی که ضعیفن توی اون اموشنی که بهشون اسوسییت شده، بهشون پیوسته. بنابراین یه رابطه ای هست بین اموشن و مموری. حالا آن چیزی که در بیداری اون ورودی هایی که از سنسوری اومده یا در داخلی بودن و اینا فکر رو ایجاد کردن و فکر بعداً به یک عملی انجام شده پایان پیدا کرده یا به یه نتیجه رسونده ما رو، یا بر اساس اون تصمیم گیری شده، به موازات اون یه سری آقای فروید میگفت دیلی رزیجوز، یعنی بازمانده های روزانه. در این مدل ما میگیم که رزیجوال استرین پکیجز، یعنی اون پکیج که صحبت میکنیم، یعنی این تئوری، این مدل مبنای فیزیکی داره. بنابراین گروهی از
نرونا که با هم کانکشن انجام دادن گروهی و با هم دیگه به اصطلاح سینکرونایز فایرینگ انجام میدن، این یه پکیجه. یک پکیج اسمشو میذاریم استرین پکیج. همونطور که گفتیم تیشوهای مغز خاصیت ویسکولاستیک دارن. استرس ها یعنی آن چیزی که از ناحیه سنسوری اینپوت ها اومده اینا به صورت استرس به اصطلاح تو پراکنده میشن نقاط مختلف، مموری های مربوطه رو تهییج میکنن و اینا با همدیگه ترکیب میشن و یه فکر انجام میدن. آن چیزی که بازمونده به صورت رزیجوال هست این به صورت معلق میمونه، منتها خاصیت فیزیکی ویسکولاستیکی رو به میبره، مغز رو بیشتر ریجید میکنه، برای همین آخر روز بیشتر احساس خستگی میکنه، فکر دیگه کار نمیکنه، به خاطر اینکه اون رزیجوالای مربوطه به فکرهای مختلف اونا جمع شدن. این جمع شدن بیشتر یک اموشن یا ترکیبی از ایموشن ها رو اونجا تلمبار کرده و اینا باید رگولیت بشن، اینا باید آزاد بشن تا دوباره این تیشوهای مغز ریفرش بشن و بتونن اون کار مفیدشون رو که انجام رسپون نتیجه گیری مناسب بر اساس اون اینپوتایی که بهشون فیت شده، اون چیز مفید مغزه. این وقتی مغز به اصطلاح ریجید شده و اون رزیجولا اکومولیت شدن، جمع شدن، اون حالت مغز رو ریجید میکنه، اون نورال نتورک رو، و اینا دیگه کارشو نمیتونن انجام بدن. خواب خاصیتی که حتمی هست و کمک میکنه که این نورال نتورک دوباره ریلیز بشه از استرین و فردا صبح بعد از بیداری که به صورت فرش ما بتونیم بهتر فکر کنیم و آزادتر مفیدتر نتیجه بگیریم از فکر کردن. این به اصطلاح کلیاتی که این مدل باعث شروع میکنه در مورد خواب دیدن. همینطور که میدونیم در خواب ما حالا برای اینکه این مموری هایی که به آن چیزی که ما صحبت رزیجوال استرین کردیم اینو بهش میگیم فیچر. در آتیه هر فیچری میتونه بشه یه مموری یونیت جدید. فرق فیچر و مموری یونیت چیه؟ یا رزیجوال استرین و مموری یونیت که کانسولیدیت شده، ما اگه یادتون باشه تو فیزیک مخلوط کردن میکسینگ داشتیم و اینتگریشن یا کامبینیشن ترکیب. در مخلوط مثلا شما شکر رو خاک زغال رو میتونید با هم مخلوط کنید، اینا قابل بعدا میشه تفکیک کرد، اگر تو آب بریزین هم بزنین شکره حل میشه و خاک زغاله باقی میمونه. این مخلوطه. ولی در حالت ترکیب اینا دیگه اون خاصیت اولیه خودشون رو دست میدن. آن چیزی که ترکیب به دست اومده خاصیت مستقل خودش رو داره، نه خاصیت آن چیزی که به اصطلاح اجزای ترکیب شونده هستن. در حالت بنابراین فیچر و مموری یونیت تفاوتش اینه که
فیچر هنوز حالت یعنی به هم اون بیداری، آن چیزی که از بیداری باقی مونده و تجزیه شده، اینا فیچر هستن. مراحلی دارن تا اینا برسن به اصطلاح مموری یونیت به صورت کانسولیدیت در بیان و در آتیه اونا ریکال بشن تک تک و با همدیگه ترکیب بشن و فکر کردن ما رو در عرض روز تشکیل بدن. حالا برای اینکه این مراحل انجام میشه، یکی اون باقی موندار رزیدوالا میگردن که آن چیزی که اون قسمت هایی که جدا شدن، قسمت های مشابهشون رو، یعنی مموری یونیت ها، واحدهای حافظه ای که مشابه اونن، اون اریا رو پیدا کنن اولش، یعنی تقریبا مشابه. وقتی اون اریا رو پیدا کردن، میان جایگزین میشن پهلوی مموری یونیت هایی که بیشترین مشابهت رو با اینا دارن. با به این نوع ساختمان میگیم فرکتال. فرکتال مثلا درختی شما میبینیم برگاش مشابه، یا گلای مختلف رو میبینیم، یا اصلا کلم رو میبینیم، برگای کلم. اینا مشابهت زیادی با هم دارن. البته فرکتال دو نوع حالت داره. یکی حالت استاتیک، یعنی آن چیزی که شکلی مشابه، یکی حالت داینامیک، آنهایی که به اصطلاح حرکتی با هم مشابه. خیلی از رفتارها یا فکر کردنهای ما خیلی با همدیگه مشابه هستند در طول روز و روزهای مختلف. بنابراین اینا اپیزودیک، یعنی به صورت رفتاری با هم مشابهت داره. برای که تجسم فیزیکی اونا بکنیم، حرکت پاندول رو ببینید. پاندول، حالا اگر رکورد کنیم حرکت رو میبینیم که چند بار اینا رو با دست تکون میدیم تا زمانی که وامیسته، اینا حرکت های مشابهی با هم نشون میدن. اینا اترکتور بهش میگیم. جهت های حرکت یا مسیرهای حرکت هستند که با هم مشابهت دارن. در قسمت به اصطلاح پایین مغز یا تمپورال کورتکس یا لوب اولش، چیزهای مشابه با هم اینا نشون داده باشن. ببینید در مورد اونایی که فرکتالن، ما قسمت عقب مغز بیشتر سنسوری برین هست. آن چیزایی که مشابه هم مثل اعداد یه جا به اصطلاح کانسولیت میشن، رنگا یک جا، اسما یک جا. بعدا میایم قسمت و همینطور تمام سیماتیک مموریزا، اون چیزایی که معنایی هن، اونایی که مشابه هن، یک جا انجام میشه. فکت مموریا، آن چیزی که ما یاد میگیریم به عنوان واقعیت بیرون، اینایی که مشابهن، قوانینی که مشابهن، اینا یک جا با هم کانسولیدیت میشن و یه ناحیه مغز رو تشکیل میدن. وقتی میایم پایین، قسمت لیاوتا، مثلا آدرس ها، مثل شکل ها، صورت ها، اینها شکل میگیره. اونایی که مشابه هستن یک جا شکل میگیرن. مثلا صورت آدما، صورت یه حیوان معین، منتها اونایی که نزدیک به همن، از همدیگه به اصطلاح اولود شدن، اینا باز دوباره همطور نزدیک به هم اینا ضرب میشن
اینا اونایی که خیلی با هم نزدیکن میتونیم بگیم سیمبل همدیگر رو رپرزنت میکنن. بنابراین در خواب ما میبینیم زبون خواب سیمبولیکه و متافوریک. سیمبولیک یعنی همون مشابهت های استاتیک یا ایستا، داینامیک یا اپیزودیک اونایی هن که به اصطلاح حرکتی با هم مشابهت نشون میدن، موشن های مشابه دارن یا رفتارهای مشابه یا اینکه عکس و عملهای مشابه دارن. حالا در فکر کردن روز این میدونین یک فکر ترکیبی از تمام این مموری استاتیک حالا به صورت مختلف توزیع میشن توی فکر و حرکت اون مموری ها اینا با هم ترکیب بشن یه فکر رو تشکیل میدن. اگر به صورت خیلی ریز باشه این خیلی فکر متمرکزی این ترکیب اینا، ولی اگر ریز نباشه و هی درشتر باشه و رندوم باشه این حالت لوز پیدا میکنه دیگه، اون اینتگریشن خیلی دقیقش رو دست میده و بهش میگن کوئنسیو نیست، یعنی خیلی با هم ترکیب نشده، هنوز نیمه مخلوط نیمه ترکیبه. حالت خواب ما این حالت داره، یعنی اگر فکر کردن حالت ترکیب اجزای خیلی جزئی فکرهای مموریای استاتیک و داینامیکه، خواب ما مخلوطی از فیچر هاست، یعنی هنوز مموری یونیت ها انجام نشده، همون رزیجوال استرینا آن چیزی که باقی مونده و ترکیب اینا، این مخلوط و ترکیب اینا یه حالت نیمبنده، یعنی نه فکر. این البته در استیج رم یعنی نزدیکای صبح مخصوصا میدونین که خواب از 3 4 5 سایکل انجام شده که اینا هر کدومی از خواب عمیق، خوابای رم 2 و 1 که خواب سبکه و رم خوابایی که داستان داره و خوابای رم 2 for example مخصوصا اینا شما به صورت فرگمنت میبینید، به صورت یه تصویر یا یه جزئی از خیلی کوچی فرگمنتی بخشی از قسمت، زیاد داینامیک نیست، حرکت نداره. در حالا هرچی ما بیایم بالاتر، یعنی اون اکتیویتی های مغز چه فیزیکیش چه منتالی داینامیکتر باشن، بیشتر فرکانسیشون بره بالا، اینا معنیش اینه که بیشتر دارن ترکیب میشن، یعنی بیشتر فکر داره ساخته میشه. خواب از حدود 7 هرتز ممکنه شروع بشه، 10-11 خوابایی که ما تو زمان رم میبینیم، بیداری حدود 10-12 تا 14 ما رویا میبینیم و تا حالت 32 اینایی که من میگم همش تقریبیه و آدم با آدم فرق میکنه ولی تیپیکال ایناست. بعدن از حالت 32 به بالا میشه فکرهای خیلی متمرکز. فکرهای خیلی متمرکز یعنی اینکه اجزای ترکیب چندش بسیار جزئی و خیلی به اصطلاح اینا به هم ترکیب میشن، یعنی اجزایش دیگه درسته که مموری ها ریکال میشن تا خواب و تشکیل بدن ولی مخلوط با هم نیستن، بعدن با هم ترکیب میشن
بیداری، ببخشید من اشتباه کردم، بیداری که انجام میدن این ریکال مموری یونیت هاست با اینپوت هایی که تحریکشون کرده، ولی این چیز نیست، به همون صورت مخلوط نیستن این مموری ها، اینا با هم ترکیب میشن و در خواب اینطور نیست. اونا مقدار زیادشون خوابای رمتو که شروع به اصطلاح پرسیو کردنه، شناختنه با 6 و 7 فرکانسی شروع میشه و دامنه های بسیار بزرگ، این نشون میده قطرات بزرگی با هم دارن مخلوط میشن و ترکیب میشن، کمتر ترکیب و بیشتر مخلوط. حالا هی نزدیک میشیم به رم، این اجزای مخلوط شونده کمتر میشن، ترکیب شونده بیشتر میشن، تو رم دیگه خواب بیشتر داستاندار میشه، مخصوصا رم آخر، سیکل آخر خواب معمولا طولانی‌تره و خوابی که میگم ویویدتره، بیشتر اون خواب رو ما میفهمیم، بهش معنا میدیم، ولی خوابای قبلیش میپرن، از یه صحنه میپره به یه صحنه دیگه و بیشتر فرگمنتاله، قسمت قسمتی و جام میکنه، از یه صحنه میپره به یه صحنه دیگه و بر همین با بیداری که ما میخوایم یادآوری کنیم خوابارای اینا رو بی ارتباط میبینیم، اصلا معنی کمی برایشون قائلیم، مخصوصا خوابای اولیه، ولی به خواب رم که برسه این معنی بیشتر میشه، این معنی اضافه میشه در بیداری، در رویا و به اصطلاح کژوال ویکینگ هاوس، یعنی فکرهایی که معمولی زیاد متمرکز ما نمی کنید، نویز خیلی داره، اینا فرکانس هاش همینطور که گفتم اجزایش هنوز خیلی خیلی ریز نشدن مثل فکر متمرکز. حالا ایدئالش حالت منتریشن میگن که فرکانس های خیلی بالاییه و بیشتر آدم البته متمرکز میشه به حال و اجزای ریز و بسیار ریز و که همش تکرار حاله به هم سنتز میکنه، با هم ترکیب میکنه. حالا فرق نمیدونم تا حالا تونستم فرق خواب دیدن مکانیزمشو توی این تو مدل با آن چیزی که نوروساینس و سایکولوژی در موردش صحبت میکنن برسونن یا نه. عمدتا اینا مشترکن، یعنی همون تئوریایی که در اونجا صحبت میشه همپوشانه و این مدل میپوشونه، منتها این مدل یک پایه فیزیکی، مکانیزم فیزیکی بهش میده. در نیوروساینس یه مقدار زیادی فیزیکی هست، ولی فیزیکی به معنای ارتباطات نورونی هست. اینجا یک کمی از نورونی میره بالا و گروههایی از نورون که با همدیگه فایر میکنن، اینا میتونن به اصطلاح اینکود کنن یه مموری خاص رو، یعنی دیگه حالا صحبت گروهیه، صحبت وقتی یه مموری آزاد ریکال میشه، یعنی یادآوری میشه، میاد میخوایم بازگوش کنیم، این مموری حالت به اصطلاح یک گروه
نورونی هن که تقریبا با همدیگه دارن فایر میکنن و به صورت نورون با نورون در صورت نیست، به صورت جمعیه. بنابراین تو همطور که در دفعات قبل صحبت شد در سایکولوژی یه باکسیه که میگن این نوع انگیزه ها این نوع رفتار رو نشون میده، به داخل ما باکس هم زیاد کاری ندارن، فروبندی ها بسیار کلی. در نیروساینس اینو ارتباطش رو با ناحیه های مغز و نتورک های مختلف صحبت میکنن که به اصطلاح اینپوت ها این نورال نتورک ها اکثرش یعنی به حالت بزرگش به صورت خیلی ریزش صحبت نورونی، به صورت اسکیلای بالاترش به صورت فعالیت نورال نتورک های خاص که اونا هم تعدادش محدوده برای نیروساینس، صحبت اوناست. در اینجا برای بسیار مفاهیم بالاتر از اینا میریم، یعنی یک استرین پکیج ممکنه از ارتباط یا فایرینگ همزمان 50,000 نورون باشه. یعنی تعداد نورونایی که به اصطلاح اینوالو میشن توی یک تصویر معین یا توی یک فکر معین، اینا بسیار تعدادشون بیشتره از تعدادی که مطرح میشه. البته در نیروساینس واحدی مطرح میکنن به اسم اینگرام، یعنی میگن جای یا محل حفظ یک حافظه اینگرام هست و اینگرام هم هنوز دیگه صحبت میکنن که آیا محلیه یا اینکه پخش، آیا یک جا به اصطلاح میاد ریکال میشه یا اینکه یک چیزی هست که اینا رو با هم ترکیب میکنه توی، یعنی اینگرام پخش در ناحیه‌های مختلف مغز و عمدتا هم همین مطرح میکنن، منتها مطرح نمیکنن چیه که اینا رو همزمان جمعشون میکنه توی فکر معین. بنابراین فرق این ستا، یعنی مدل کینماتیکس آف د برین اکتیویتیز و نیروساینس و سایکولوژی در کل در مورد اسکیل واحد هست، یعنی نورونایی که گروهی با هم شروع میکنن جواب دادن. سایکولوژی اصلا صحبت نمیکنه در مورد گروه مربوطه نورون. نیروساینس از تک تک نورونا شروع میکنه، مخصوصا مثلا در مورد جایی مثل هیپوکامپس تعداد نورونا رو خیلی کمتر از 1000 تا یا دقیقا عددش لازم نیست، یعنی یه نورون معین رو میگه که جایگاه یک مموری خاص ممکنه باشه. در این مدل نیرون به حالت یعنی مموری ها دیگه محلی نیستن، اینا پخشیدن توی محله های مختلف مغز، اریای مختلف مغز و چیزی هست به اسم تیم مموری که توی، یعنی هیپوکامپس که تقویت کننده مموریه یا ایجاد کننده مموری، این تیم مموری رو داره، نه خود مموری اون که ضبط شده باشه. تیم مموری کارش اینه که دوره، یعنی از سنسیشن میاد پرسپشن میره کوگنیشن، یعنی از پشت مغز شروع میکنه میاد پایین مغز میاد جلو و ریسایکل انجام میشه با اون فرکانس
سایکلینگ به اصطلاح دور کورتکس سمت چپ و راست و این جدای از اوسیلیشن بین لایه های مغز، لایه های کورتکس. میدونیم کورتکس از 6 لایه شروع شده و اوسیلیشن بیشتر بین اکتیویتی یعنی ارتباطات بین لایه های کورتکسی و یا ناحیه های کورتکس با امیگدلا یا جاهای دیگه مغز. تیم مموری بیشتر مربوط به حافظه میشه و ایجاد فکر که به اصطلاح این جریان سنسیشن، پرسپشن و کوگنیشن رو اینقدر تکرار میکنه با فرکانس هرچی بالاتر باشه. صحبتش این بود که فکر خیلی جامعتر میشه و بهتر. اینو به یه حد مچور در میاره، یعنی تصمیمی که ما میخوایم بگیریم یا نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم حاصل یک دور پرسپشن یا کوگنیشن نیست. تعداد زیادی انجام میشه و این فرکانس تعیین میکنه چه مدت اون فکر به اصطلاح عمرش هست. عمرش ممکنه مثلا از چند ثانیه باشه تا صدها ثانیه، در حالی که اون عمر یک مموری یونیت، یه واحد مموری که ضبط شده یه جای مغز، اون ممکنه هزارم ثانیه باشه وقتی رکال میشه تا چند ثانیه. حالا چیزی هم که دیگه ای که ما داریم اینجا صحبت ورکینگ مموری. ورکینگ مموری میدونین مثل خوابی، مثل مموریه که شما میخواین یه کاری انجام بدین، یعنی فکر به اون نتیجه رسیده یه کاری باید انجام بده. حالا این کار یا الان صورت میگیره فوری، یا این که شما نگه میدارین دو سه تا راه حل مختلفی که کوگنیشن بر ما آورده جلو، بین اونا انتخاب میکنین، چویس انجام میدین یا دیسیژن میکینگ انجام میدین و بعد از یه مدتی به اصطلاح میفرستین برای موتور اریا، یعنی میبرین برای اکشن، یه کاری انجام بدین. بنابراین ورکینگ مموری آن چیزیه که اجزایش همون رزیجوال استرینا هم. یعنی آنهایی هستن که هنوز به نتیجه نرسیدن. که ورکینگ مموری عمرش چند دقیقه تا چند روز هم ممکنه باشه و ورکینگ مموری هایی هست، این البته باز در حال صحبته که شما یه عمری دارین، یعنی یه عمری در بچگی یه خواسته ای داشتین و یه خواسته به اصطلاح به نتیجه نرسیده، سرکوب شده، ولی همچنان تو ذهن شما باقی میمونی و به یه صورتی میخوایم اونو به اجرا در بیاریم. من یه مثال جالب دارم که مثلا در مورد فامیلای نزدیک، در مورد آدمای یه خانواده، یعنی بچه های یه خانواده، به شوخی اسم گذاشته بودن که تو مهندسی، تو دکتر میشی، تو لایر میشی و اینا، و اینا شوخه بود. اینا میگذره و وقتی که بزرگ میشه اینا ناخودآگاه جذب رشته هایی میشن که تو ذهنشون کاشته شده و اونا یه نوع ورکی مموری هن، یعنی ورکی مموری هن که ناخودآگاه موندن. یا شما یه کاری رو میخواین
دوست داشتین انجام بدین و میگین که همه عمرم من دنبال این بودم که این کار صورت بگیره و بعداً اگر شما شرایط فراهم باشه به اصطلاح میرین سراغ این که اون کار رو انجام بدین. این خلاصه ای بود از خواب. البته من میتونم برم تو حالا صحبت این بود که خواب زبون سیمبولیک و متافوریک. علتش اینه که اموشنایی که از روز شما کار خواب اموشن رگولیشن دیگه یا اموشن پروسسینگ، اموشنایی که از روز یا اموشن و فیزیکش رو بخوایم بگیم میشه accumulated residual strains، یعنی اونایی که استرین رزیدوالی که جمع شدن و یه ناحیه مغز رو تحت استرس گذاشتن، یه اریا از کورتکس رو تحت استرس. این باقی میمونه در زمان خواب. اگر نتونسته باشین در روز با انترتینمنت یا با به اصطلاح استراحت بریک‌های روزانه یا تفریح اونا رو آزاد کنید، اینا در خواب رو تشکیل میدن. حالا اون اموشن گفتیم شامل تعداد زیادی مموری یونیت دیگه که در یه محل جمع شدن، بنابراین دیگه پرسایز نمیره سراغ یه مموری معین، چون از داخل اون مجموعه مموری های مشابهه که اونا رو گفتیم سیمبول های هم دیگه. بنابراین رفتارهای مشابهی رو همچنین شما میتونید ببینید. بنابراین خواب به صورت سیمبولیک و متافوریک مطرح میشه، نه به صورت پرساز به اصطلاح مموری های معین رو شما ترکیب کرده باشید. این خلاصه ای بود از به اصطلاح خواب دیدن توی این مدل و تفاوتش با مدل های دیگه. همینطور که صحبت شد این مدل با اموشن وقتی خودش رو آزاد میکنه به صورت یه سری سیمبول و جریانی سیمبول و متافور، این رگولیت میکنه اموشن رو، یعنی اون اینتنسیتیش، اون چیزش کم میشه و پایین میاد. بنابراین اون خاصیت اموشن رگولیشن رو داریم. اینا اون استرین رزیدوال استرین ها به صورت فیچر میاد نهایتا به صورت مموری نیت در طول مسیر خواب دیدن ها کنسولیدیت میشن. بنابراین مموری کنسولیدیشنش رو داریم. همینطور این مموری هایی که تشکیل شده در آتیه ما رو آماده میکنن اگر شما با اون خطرهایی که مشابه خطرهای ممکن آتیه است پیش بیاد، شما چنان رفتار کنید. این مموری ها فکر اون زمان رو ایجاد میکنن. بنابراین اون تئوری سیمولیشن اسمش چی بود دقیقا اسمش سیمولیشن دقیقا دنبال اون اسم میگن تریک سیمولیشن تور، یعنی سیمولیشن های مشقی یا حالت های مشقی، یعنی مداری شما دارین و یه اینپوت های فرضی واردش میکنین و یه اوتپوت های فرضی. این فرضی ها
یعنی همون سیمبولا. این مجموعی بود از تفاوت خواب دیدن در این مدل و اون و نوروساینس و سایکولوژی. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. در حقیقت این چیز مشقی میشه که شبیه سازی میکنه که به صورت آزمایشی اینپوت آوتپوت شبیه سازی شده میده که این چیز بشه انجام بشه توی تریک سیمولیشن که فرمودید. بله. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. میدونم که هر کدوم از این بخشا باز زیر شاخه‌های مختلفی داره و خیلی بحث‌های مختلفی هست. یه چیزی که به ذهنم میرسید خوب بود که به صورت تصویری یا ویدیویی، چون حالا با سیستم‌های هوش مصنوعی میشه که ویدیوهایی ساخت که اون به صورت کارتونی این ارتباط بین نرون ها را حالا هم در مرحله خواب هم در مرحله بیداری نشون داد و اینی که بازیابی حافظه که چجوری میتونه که انجام بشه این تئوری ها را انجام حالا بشه. این همون پروژه دریم مونیتورینگ که من یه بار مطرح کردم. البته اگر بخوایم بریم سراغ فعالیت نورونی که پایه اونه، زیر بنای اونه، اون میجرمنت های خاصی و سیستم های اندازه‌گیری خاصی میخواد. FMRI میخواد، EEG میخواد، پت میخواد و امثال آن. ولی من حالت خیلی کلیتر اونو تو اون پروژه فکر کردم که اون از حالت ایمیج شروع کردم که ما در زندگی به اصطلاح خاطرات زیادی داریم. این یه دیتا بانکی میشه، یعنی یه پکیج خامی میتونیم ایجاد کنیم که این پکیج خام هر کسی ابتدا به صورت اپ هر کسی میتونه اون اینپوت های روزانه‌اش رو وارد اون بکنه، یه نوع سیمولیت کردن اون پکیج کلیه که ابتدا به صورت خام میشه وارد کرد و خواب احتمالی رو میشه اونجا دید به صورت همین کارتونی شما میگه. در طول زمان این آقای کاربر یا خانم کاربر میتونه دیتا بانک های خودش رو، واقعی زندگی گذشته خودش رو، اینا رو وارد کنه و با وارد کردن این سیمولیشن هی واقعیت. من موقع پیشنهاد میکردم از 10% احتمالاً خواب باشه شروع بشه و در وهله اول کاربر خواب خودش هم که دیده اینپوت میشه. بنابراین یه چیزیه که اون پکیج زیاد کرده که هم مال خودش رو اینپوت کرده. این دوتا با هم مقایسه میشن و اون فیدبک برای اون پکیج برای اصلاح اون پکیج بکار میره، برای آپدیت کردن اون پکیج بکار میره. در بعد از یه مدتی که به اصطلاح این بانک اطلاعاتی شخصی خودش هر کاربر وارد این پکیج کرد، دیگه میبینه که و اون مقایسه های اولیه هم هی اون فانکشن باکس رو مال اپ رو هی ایمپروف کرد. بعدا میشه در مرحله بعدی اون دریم مونیتورینگ یک نتیجه بهتری بده، یعنی اون کارتونا با شانس بیشتری آن چیزی باشه که بازگو کننده خوابه و این همینطور در طول و با میزانی که اینپوت های واقعی خودش اضافه میکنه اون باشه. بنابراین شروع ما
از روی نورون اکتیویتی، اون خیلی مشکله و اون مراحل بسیار هزینه بر بعدی و آدمای مجرب میخواد در این کار. نوروساینس های خارج در حد فعلی آن چیزی که ایمیجای تیپیکالو و ایموشنای تیپیکالو ما میتونیم وارد اون پکیج کنیم و بگیم اون پکیج هر ایمیج به اصطلاح معرفی کننده یه مموری یونیت باشه. بنابراین ایموشن‌های مختلف، مجموعه‌های مختلف ایمیج‌های مشابه و مجموع ترکیب این ایموشن‌ها این همون محتوای داخلی اپ میشه که چجوری فانکشن بدن روی ورودی‌های روزانه و به چه صورت و مانیتور ها میشه به صورت حالا کارتون یا هر چیزی باشه میشه خروجی اینا و اصلاح این پکیج در طول. من حتی فکر کردم که یه همچین پکیجی میتونه دو بخش داشته باشه، یکی حالت انترتینمنت باشه برای آدم های معمولی که دوست دارن به اصطلاح کارتون رو ببینن، حالا یه درصدی میشه خوابشون، ولی میتونه حالا تحقیقاتی داشته، یعنی لبی باشه برای این توری و اون لب هی به اصطلاح اون باکس رو آپگرید میکنه و بهتر میکنه تا یه زمانی شاید این تئوری تایید بشه، کار تئوری در سطح بالا تایید بشه، در حد کانشسش، نه در حد فیزیکیش. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما و به نظرم خیلی مبحث جالبیه که باز میتونه که ادامه دار بشه. اگر که برای ماه بعدی هم همین موضوع رو میخواید که ادامه بدید که میتونیم که بخش 4 همین مموری اندریمینگ داشته باشیم و به نظرتون همین ادامه دار باشه دیگه، نه برای ماه بعدی؟ بله میتونه ادامه دار باشه. در صورت کل این مبحث همینطور که گفتم هر تاپیکی که ما ایجاد کنیم مموری هم همراهشه، چون مموری بیس تمام این چیزهاست، واحدهای مموری. بنابراین اون میشه مموری اندریمینگ، حالا ادامه دار خواهد بود. بعدا میتونیم البته در مورد دیسیژن میکینگ، در مورد فانکشن های چیز، تکس های مختلف کوگنیشن بر اساس مموری بریم جلو، ولی همه اونا مموری ان اون به اصطلاح مبحث خواهد بود. سلام. خیلی ممنون. سلام، متشکرم. بفرمایید. سلام، میاد پس خوبه. خیلی ممنون از صحبتاتون پدر عزیز. یه سوال داشتم در کل در رابطه با فرقی که گفتین تشکیل مموری هست تو تئوری شما ورسس مثلا مینستریم نیوروساینس و اینا، که شما گفتین تو تئوری شما صحبت فرکتال خیلی مهمه که کانسپت ها که مثلا طبق یه سری پراپرتی ها که یه جورای انگار سلف سیمیلاریتی دارن، اینا یه جورای گروپ میشن که حالت حالا کانسپچوالی فرکتال میشن یا نه. من میخواستم بدونم آیا شما منظورتون واقعا کانسپچوالی بود یا مثلا حتی از لحاظ این کانکشن این رو هم با هم نگاه کنیم از لحاظ فیزیکی هم یه حالت فرکتال برمی‌داره؟ همینطوره، بله دقیقا همینطوره، چون ما کانسپچوالی پایه فیزیکیه، هیچ موقع رو هوا با اینا بر نمیخوریم، بنابراین اینا به صورت که فیزیکی هم تو هر ناحیه به اصطلاح اون چیزی که مشابهن
اون کانکتیویتی، گروه های کانکتیویتی همراهن. اتفاقا یکی از مباحث یا این اپیزودا در مورد اینه که در مورد اینه که فیزیکی چجوری انجام میشن. میدونین که تو نوروساینس مطرحی که هر اریا از کورتکس یک توانایی یا یک فانکشن خاصی داره. اون بر اساس همین فراکتورهایی که انجام شده، بر اساس مشابهت‌های اون نوع مموری اون خاصیت رو پیدا میکنه. بنابراین البته وقتی من میگم فرکتال، هیچ چیزی تو طبیعت به صورت کامل فرکتال و کامل اترکتور نیست، یه چیزی بینابینی. بنابراین اینا تا حد زیادی ممکنه حالا یک کمی اون اریاها اورلپ میکنن. حالا در یکی از پروژه های بزرگ که مبناش تو آمریکای تو اروپا هم دانشگاه شرکت میکنن روی کانتینیوم پروژه در زمان آقای اوباما 6 میلیون خرج کرد که هنوز دارن اون کانکشن های یعنی فایبرهای بزرگتر رو میبینن، هنوز نرسیدن به چیزهای خیلی ریزتر و اینا دقیقاً تایید میشه که اون کانکتیویتی ها نوع کانکتیویتی و گروه هایی که با هم پلاستیسیتی قوی تر انجام میدن، اینا هر کدومی فیزیکی در هر ناحیه‌ای مشابه هم. گفتم در طبیعت هیچی ابسولوت نیست، اینا به صورت نیمه مشابه هم. چون در فکر ما هم استاتیک مموری داریم، هم متافورا داریم، اپیزودیکا داریم و وقتی فکر مخلوط این دوتاست، بنابراین اون جریان استرین فلو تو فیزیک و اون استراکچر کانکتیویتی تو هر نوع مغز، اینا با هم ترکیب میشن. اون تغییرات به اصطلاح خیلی ریز، یعنی ویسکولاستیک در حد کانکتیویتی های به اصطلاح در سینپس ها یا اسپین ها که مجموعه دندریت هستن، همینطور رسیپتورا که باز دوباره این ور اون ور سینپس ها هستن، در اونا همه ما خاصیت ویسکولاستیک رو میبینیم. بنابراین خاصیت ویسکولاستیک در هر ناحیه بستگی داره به همون نوع مموری هایی که اونجا کانسولیده شده. بله مرسی. فکر کنم محمد خانم یه اشاره داشتن، مثلا اگر بشه یه جوره اینو ویژوالایز کرد که مثلا چجوری یه کمی دیفرنشیت کنیم، جوری که شما میگین مثلا این فرکتال ها فرم میشه. حالا گفتین پرفکت فرکتال منظورمون نیست، ولی جوری که مثلا این دیفرنشیت میکنه با نیوروساینس که اون میگه فقط چند تا کانکشن با هم فایر میکنن، اگه احیانا ویژوالی خودتون تو ذهنتون هست، حالا نمیدونم چجوری اونو واقعا آدم اینا عملی فیلمایی از fMRI هست تو بیمارستان ها زیاده، فانکشنال MRI. اینا به صورت ابر نشون میده، یعنی اگر EEG به صورت اسیلیتوری ورتیکال به اصطلاح بین لایه ها انجام میشه و بین کورتکس ریا و امیگدالا، اون چیز ریسایکل این حرکت مغزها رو نشون میده توی به اصطلاح اسمش چیه، توی اینترنت درست توی یوتیوب به صورت تیپیکال میتونیم ببینیم. حالا انشالله در آتیه من آماده کردم میتونم شیر کنم که این ابر
به اصطلاح حرکت ابر اکتیویتی که حرکت میکنه زمانی و مکانی میتونیم در هر لحظه ببینیم و این آن تایم برین اکتیویتی ها رو نشون میده. آره بد نیست اگه همون یه ویژوالی اد بشه شاید کمک کنه به همه. مرسی. 100%. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از سوال و پیشنهاد خیلی عالی شما. خداحافظ شما. قربان شما. لطف کردید. تشکر. مرسی. تشکر. خداحافظ. مرسی. سرتون بخیر. خداحافظ.